الان رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که در دین ما عملی را انجام میده به عنوان عبادت که در دین نیست و ما بهش امر نکردیم فهو رد، بزنید به صورتش، برمیگرده به خودش. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم دروغ میبنده جایگاه خودش در جهنم آماده بکنه، انتخاب بکنه جاشو در اونجا، آماده باشه که بره اونجا. به جای آیه سوره فلان و نمیدونم به جر بحث، من فقط یک سوال ساده از برادران صوفی خودم دارم. برادر عزیز صوفی صاحب محترم، وقتی که تو میشینی میگه اللهو اللهو، سر و کله خودت میزنی، خودتو پایین و بالا میکنی، قصاید و مدای کفری میخونی، شرکی میخونی، پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه رو جمع کردن در مسجد النبی، همین کار رو انجام دادند یا ندادند؟ اگر دادن قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. دلیل حدیث بخاری مسلم جلد صفحه کتاب. آیا پیامبر دانای لوبیا و تسبیح و خرما رو جمع کردند، ذکر چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و فلان و دعای صلات الناریه و دعای فلان الان کردن یا نکردن؟ اگر کردن دلیل از قرآن، از سنت، از بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابو داود، از هر کتابی که دوست داری بیار دلیل، حدیث صحیح برام بیار. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که من پیر هستم، من مرشد طریقت هستم، طریقه نقشبندی جز سنت های من است، طریقه نمیدونم سیفی جز راه های من است، شما باید این کار رو بکنید. خلیفه بعد از من در بیعت و در تصوف ابوبکر است، خلیفه بعد از اون عمر است، همینطوری میره تا آخر. بعد از اونم سیف الرحمن در آخر از زمان میاد، این زندیق ملحد که در کتابش میگه که اگر من با پیامبر در بدر نمودم، پیامبر در بدر شکست میخورد، خودشو برتر از انبیا و اولیا میدونه. من دارم این کتابش اینجا همش اسکن کرده دارم. هر مرد از یک سیفی بیاد اینجا با من بحث بکنه که کفر سیف الرحمن رو براش ثابت میکنم یا نه. کل کتابش اسکن کردم اینجا دارم، کفریاتی که سیف الرحمن میگه. 4 تا جوان جاهل که از دین خبر ندارن، حماس، اشتیاق نماز و روزه، میرن اینا رو شکار میکنن. آقا تو بیا که اینجا ما به طریق ذکر رو بتیم. کدام ذکر؟ این با اون ذکرش میره تو جهنم. چرا؟ چون ذکر باید طبق سنت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه. ذکر باید طبق فرموده الله باشه، طبق دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. این شکل عمامه‌ای که میبندن، این قیافایی که برای خودشون درست میکنن، این ذکرای شب فلان علانی که انجام میدن، این خیزک و جستکایی که به قول افغانیو میزنن، اینو در کجا گفته؟ کجا گفته که یک نفر پیامبر اون بالا می نشست تو مسجد نبی، بقیه صحابه جفتک مینداختن جلوی پیامبر؟ در کجا گفته؟ کردن این کارو؟ بید از اول سیرت تا آخر سیرت به من نشون بدید که یک روز پیامبر در مسجد نبی کرسی رو بالا گذاشته بود، ابوبکر و عمر و طلحه و زبیر و علی و حسن و حسینی رو جلوی پیامبر خیزک و جستک زده باشن؟ بگید یک روز کسی پیامبر این کارو کرده؟ صحابه این کارو کردن؟ تابعین این کارو کردن؟ ابو حنیفه این کارو کرده؟ امام محمد شیبانی این کارو کرده؟ نشون بدید، در تاریخ نشون بدید، در سنت نشون بدید، در حدیث نشون بدید کی این کارو کرده. کجا گفته پیامبر که شما این کارو بکنید؟ آی بدبخت بیچاره‌ای که تو امروز به نام دین، به نام تصوف رفتی بیعت کردی با یک ضال مضل گمراه و گمراه کننده، تو با کله این تو رو میبره به جهنم، داره میبردت به جهنم. و وقتی که عقل و شعور دینی نباشه، مردم همین گمراه مردم دارن استفاده میکنن. تصوف امروز به عنوان یکی از پروژه های رسمی کانگرس آمریکا تصویب شده که آینده کشورهای اسلامی رو باید به این صوفیا بدید، چون اینا خیلی با ما همراه و همدل و همراز هستن و اینها هستن که آینده میتونن با ما همکاری بکنن. و دیدیم که روز اولی که آمدن در افغانستان، اولین کاری که کردن خانقاه را آباد کردن، زیارت ها را آباد کردن، پیرا رو رشد دادن، چون اینا هستن که تنویم میکنن جوانهای بیدار رو، اینا هستن که جامعه رو آروم میکنن. بله شما به ذکرتون رو بکنید، شما اشغال شده، کشور خراب شده، اقتصاد داره نداره، برید شما ذکرتون رو بکنید، دنیا رو بذارید برای اهل دنیا. این دین محمد مصطفی نبوده.
و نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم دینش دین سیاست است، دین نظام است، دین اقتصاد است، دین تجارت است، دین علم است، دین معرفت است، دین تکنولوژی است. نه اینکه وارد گوشه خانقاه بشی همینطور کردن امروز مردم رو فریب دادن. چیکار داری به دنیا؟ چیکار داری به دولت؟ چیکار داری؟ چون بهترین روش است برای اینکه جوانهای مسلمان رو از مقابله با دسایس و پلانهایی رو که دشمنان اسلام دارن چطور دورشون بکنن؟ توسط همین صوفیای گمراه، توسط همین خانقاه، توسط همین طریقت‌های گمراه و گمراه کننده. اینا دین فروشن، اینها صاحب قرآن و سنت نیستن، اینا دین فروشن. اینایی که پیر میشن و خلیفه میشن و والله همه اینها دین فروشن. اینها دین رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میفروشن. به خاطر چی؟ به خاطر که پول براشون جمع میکنن. بگردید این خلیفه های اینا رو ببینید، هر کدوم بچه هاشون در اروپا و آمریکا و کشورهای مختلف مشغول بزنس و تجارت برای خودشون هستن. 4 تا احمق بیشور رو فریب دادن، از پول و داراییشون میدن که آقا این خلیفه صاحب است و پیر صاحب است. ایناش به هر صورت تو چطور فردا به صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز محشر نگاه میکنی که بگه بدبخت من به تو گفته بودم که کسی که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، چرا گوش نکردی حرف من رو؟ جواب تو چه خواهد بود؟ الله متعال ازت بپرسه که این عملی رو که به عنوان عبادت انجام دادی من نگفته بودم، پیامبرم هم نگفته بود، چرا انجام؟ جواب تو چه خواهد بود؟ اگر این عملی که انجام میدن ذکر اینها عبادت است. اما عبادت اگر نیست، که در حقیقت نیست، بعضی از اینا اصلا دیسکو است، دیسکوتک است اصلا این جایی که اینا ذکر میکنن، از یک طرف تبل میزنن از یک طرف نی میزنن، 4 تا به جایی که در دیسکوتک دخترها میرقصن در اینجا این مردا میرقصن، فقط فرقشون همین است. دیگه در ضلالت و گمراهی و گناه هیچ فرقی ندارن. این بدبخت ها دین رو مسخره کردن. تصور بکنید یک غربی بیاد ببینه که 4 تا مسلمان نشستن به سر کله هم دیگه رو میزنن الله صبح تا شب. اینا خدا گفته این رو؟ یک آیه برای من بیار که خداوند گفته باشه که ذکر من است الله. یک آیه برای من بیار که یک حدیث بیار که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته یا ایها الناس شما بگید الله. کجا گفته؟ اذکار بعد از نماز معروف است، اذکار صباح معروف است، اذکار مسا معروف است. برید کتاب پناهگاه مسلمان رو بخوانید، احادیث صحیح و صریح پیامبر در مورد اذکاری که یک مسلمان باید بدونه آشکار و واضح است، جایی برای شک و شبهه نیست. اگر برای عبادت انجام میدن این کار رو به خودشون اینا در گمراهی هستن برادر عزیز. اما اگر نیتشون عبادت نیست، برای تفریح انجام میدن، پس اسم دین روش نگذارن. بگن که مثلا سرگرمی در دیسکوی صوفیا مثلا، یه اسم دیگری براش بگذارن. در هیچ جایی از سیرت و سنت و قرآن اقوال صحابه، اعمال صحابه، افعال صحابه و تابعین و تبع تابعین و رؤسای مذاهب فقهی اهل سنت، مفسرین، محدثین، مورخین نیومده که 4 نفر جمع بشن به این شکل ذکر بگن و این بشه عبادت. الله متعال انشاءالله نابودشون بکنه با این عبادتشون. الحمد لله علی الذات عظیم الصفات کبیر الشان والصلاة والسلام على سید الانام محمد علیه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وبعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرهیختگان و فرهمندان نهایت ارجمند گرامی، برادرای دین دوست و مسلمان و دین پرور و مسلمان پرور، استدعای ما از رب ذوالجلال برای شما جمعیت باطن و مصروفیت به ذکر رب ذوالجلال هست. در قدم دوم صوتی یا ویدیویی به دست ما رسید که در اونجا به نام محمد انصاری، کسی از یک شبکه تلویزیونی که از جایی و از ممالک دیگر به پخش و نشر میرسه،
از اونجا تردیداتی را بر اهل تصوف وارد کردند. البته تردیدات علمی نیست و ردودی که اونا در او بیانات کردن یک رد هم مبنایش علم نیست، بلکه تماما مبنایش بازی کردن با احساسات جوانها و بازی کردن با ای است که چگونه جوانای مسلمان ما را در فریب و در اغوا و در انحراف واقع کنند. بنده انشاءالله دروس تخصصی مسئله تصوف را شروع می کنم، اما در قدم فعلا در ای صوت خود جواب صوت از او شخص لا علم و شخصی که غلبه جهل بر عقلش سیطره داره و تماما سخنهای از او گسیخته و غیر قابل اعتبار و در نزد اهل علم اعتبار نداره. میم بر مسئله که تصوف راه وصول به خدا هست. تصوف یعنی رسیدن به خدا. تصوف یعنی صفا کردن قلب از امراض همچون حسد، کینه، بغض، ریا، سمعت، دوست داشتن مال و جاه و حب دنیا و حب ریاست. از اینا پاک کردن را تصوف گفته میشه. تصوف یعنی مزکا کردن باطن، نفس و امثالهم و مزین کردن ظاهر به سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. تصوف یعنی صفایی تمام. تصوف یعنی راسخ بودن در معامله با خدا. در عبادات ریا راه نتی، در عبادات خالص و اخلاص کامل برای رب ذوالجلال داشته باش. تصوف یعنی خود را محفوظ کردن از معاصی. تصوف یعنی زبان را ترداشتن به ذکر رب ذوالجلال. تصوف یعنی رسیدن به مقامات شامخ اسلام. تصوف یعنی تاج و منهج عملی اسلام. دین غرای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای خود مناهج عقیدوی و مناهج عملی دارند. تصوف یکی از جمله راهایی است که برای ما عمل کردن را بر دین مقدس اسلام آسان می‌گرداند و در قلب ما محبت محمد رسول الله را جا می‌ته و در قلب ما ذکر اله العالمین را جا می‌ته. این تصوف گفته میشه. تصوف یک علم است و این علم برای خود استاد ضرورت داره. چنانی که یک شخصی برای یادگیری علم نحو و صرف و یا علم اصول حدیث و اصول تفسیر ضرورت برای یک استاد داره، از این علم که مسما به علم تصوف یا مسما به علم لدونی یا نامش علم مکاشفه و یا ما نامش علم معامله می باشه، از این هم یک استاد ضرورت است که این استادها همانا پیران کبار و مشایخ طرق اربعه، نقشبندیه، سهروردیه و چشتیه و قادریه شریفه، کثر الله جمعهم و سوادهم و امد اللهم بفیوضاته و امدهم الله بفیوضاته. ای طرق اربعه همه راهها و مکاتب و رسیدن به سوی خدا هست. بناهن او کسی که میگه که تصوف، ببینین ذکر کردن صوفیا چی میکنن؟ وقتی که به نزد یک پیر بروی برایت میگه بچیم در قلبت بگو الله، در قلبت بگو الله. آیا این کار ناجایز است؟ هرگز.
پیامبر اکرم علیه السلام در حدیث می فرمایا ان لكل شیء سقالة و ان سقالة القلب لذکر الله، به تحقیق از برای هر چیز آله پاک کننده هست و آله پاک کننده قلب ذکر خداست. به می خاطر صوفی و استاد و پیر و مرشد یک صوفی برایش میگه که در قلبت ذکر کو، بعد از او در روح و بعد از او در نفس و در قلب و در سر و در خفی و در اخفا، در تمام از اینها برایشان میگه الله بگوین تا نفستان پاک شوه، الله بگوین در قلبتان تا قلبتان پاک شوه. اینا من حیث یک درس و وظیفه برای از اونا میته. بعد از این اگر ذکر بالجهر را میگین، در 42 احادیث ذکر بالجهر ثابت است. کسی که انکار میکنه از منبع احادیث انکار کرده، پس این محمد انصاری نه از علم خبر داره نه منبع حدیث را دیده، تماما جاهل محض باقی مانده. بناهن تزکیه نفس است، یعنی تصوف تزکیه نفس، تصوف صفای قلب، تصوف اصلاح اخلاق، تصوف اصول به مرتبه احسان. زیرا این تصوف ما را به کجا میرسانه؟ به مرتبه احسان میرسانه. در حدیث بخاری شریف میآید و ما الاحسان، سوال میشه در حدیث جبرائیل، معروف و مشهور به حدیث جبرائیل است، در اوایل کتب مذکور است، بیان میشه از رسول معظم اسلام چند سوال قرار میگیره. یک سوال احسان است. احسان چی است؟ سوال میکنه که ان تعبد الله کانک تراه، که خداوند را چنان عبادت بکنی گویا که تو میبینی او را. فإن لم تکن تراه فإنه یراک، اگر به این مرتبه احسان نائل نیامدی که توی تصور و تفکر را داشته باشی که من خدا را میبینم، به این درتبه خوباش که این تفکر را بکنی که خدا را مرا خدا میبینه، پس این مرتبه احسان میگه. و این راه اصولش راه تصوف یکی از راهایی است که به این مرتبه انسان میرسه. بنان اگر ما چند تصوف چی را گفتم؟ میشه مجموعه گفتم. در قرآن عظیم الشان از تزکیه نام برده شده و امی تزکیه، امی تصوف یک راه تزکیه هست. بناهن علما می فرمایه که اصطلاح کسی اعتراض نکنه که اصطلاح تصوف در او زمان نبوده، زیرا ولا مشاحت فی الاصطلاح، هیچ مشاحت و هیچ جار و جنجالی در اصطلاح وجود نداره. و معنون می بینیم ما و شما. و این تصوف نشأتش از صدر اول اسلام است. اسلام تولد با تصوف شده. اسلام وقتی آمده معی به امرای تصوف بوده. پیامبر اکرم علیه السلام 4 وظیفه داشت. وظیفه دعوت، تعلیم قرآن و تزکیه یکی از جمله اینایش بود. در قرآن عظیم الشان آیت که میآید استعیذ بالله، ابراهیم علیه السلام دعا میکنه یا ربی وابعث فیهم رسولا، مبعوث بگردان در میان از اینا یک رسولی را که برای از اینا کتاب تعلیم بده، حکمت را تعلیم بده، ولیزکیهم و اینا را تزکیه بکنه. و این تزکیه نفوس امی تصوف راهش است. خودش ببینی محمد انصاری سر و کلیش به اسلام و به سنت پیامبر علیه السلام برابر نیست، بعد از او آمده به صوفیه اعتراض میکنه. باز میگه که عمامه ها و دستارهای، در حالی که عمامه ای از جمله سنت های رسول اکرم علیه السلام است. پیامبر علیه السلام وقتی که حدیث صحیح مسلم است، وقتی که از جنگ مکه یا فتح مکه فارغ شد، در اونجا خطبه بیان میکنه. صحابی میگه که مدیدم پیامبر اکرم علیه السلام را که بر سر منبر ششته بود و خطبه بیان میکرد، بر سرش و علیه عمامت السوداء، و بر سر ازو دستار سیاهی بود. و به می عنوان 60-70 حدیث اگر تو به مصنف ابن ابی شیبه مراجعه کنی، ابواب کثیری را در این مورد پیدا میکنی که حضرت پیامبر اکرم علیه السلام و صحابه اونا دستار میزدن. امروز صوفیه کرام دستار میزنن به خاطر سنت امونها.
امروز صوفیه کرام در مجموعه ذکر جمع میشه، ذکر میکنن، با صدای بلند ذکر میکنن. حدیث مسند احمد است، ذکر میکنه. پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید آیا در میان شما اغیار وجود نداره؟ صحابه کرام میگن نخیر. اغیار مرادش یعنی یهودی نیست؟ نخیر. بس فغلق الباب، دروازه را بند کرد، دستای خود بلند کردن، لا اله الا الله محمد رسول الله. مسند احمد را مراجعه کنین، این حدیث در اونجا مذکور است. پس چگونه از این انکار بکنیم در یک مجموعه؟ یا به این عنوان پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید فضائل اهل ذکر را بیان میکنه. آنانی که در مجموعه جمع میشن، با هم جمع میشن و ذکر رب کائنات را میکنن، او را رسول اکرم علیه السلام فرموده که در روز قیامت اینا دارای یک مقام عالی می باشند. و بعد از این جناب میگه که در کجا گفته که شما الله بگوین؟ الله یکی از جمله اسمای ذاتیه هست و هو هم یکی از جمله اسمای ذاتی است. وقتی که ما دو اسم ذاتی را جمع کنیم چی بدی لازم میشه؟ ای مناسب یا ای ملا کجا گفته میتانیم ایرا؟ ای جاهل، ای و کسی که از دین و شریعت خبر نداری، کجا منع را در احادیث نشان داده میتانی که شما الله نگوین؟ آنانی که الله میگن اونا ذکر رب ذوالجلال را میکنن و این تماما ذکر است. کسی که از این انکار میکنه از علم بهره نداره و از مطالعات دینی همه بیخبر و بیخبر هست. شما حدیث 16496 مسند احمد را ببینین. در اینجا وقتی که هل فیکم غریب، آیا در میان شما غریب است؟ یعنی اهل کتاب. صحابه گفتن که لا یا رسول الله، فامر بغلق ببستن دروازه امر کرد. و قال و گفت رسول اکرم علیه السلام ارفعوا ایدیکم، بالا کنین دستایتان و قولوا بگوین لا اله الا الله، نیست معبود بر حق غیر الله تبارک و تعالی. فرفعنا ایدینا ساعتا ثم وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم یده ثم قال الحمد لله بعثتني بهذه الكلمة وامرت الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة وامرتني بها ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال ابشروا فإن الله عز وجل قد غفر لكم. اینا یہ حدیث شریف است که برایتان بیان کردم. پس بناهن آلی اینایی که میگن ذکر الله نکنین و امثال ازی و تصوف را رد میکنن، اونا خودشان در جای ماش بلند از پول گزاف برایشان میایه، به خاطر ازی که ببینین تایی که اهل اسلام را، این مشایخ را، این علما را در چشم ما سبک کنه و ما را علیه از اینا بدگمان کنه و ما را به این وادار بسازه تا ما طعن بکنیم که هرگز کامیاب نخواهد شدن. کتبی در این مورد زخیم نوشته شده. الحمدلله این تصوف مدافعین داشته و مدافعین داره. آنها تمام علمایی که در عصر گذشتن اونها تماما صوفی بودن. اگر تمام نبودن اکثر بودن. اکثر از اونها وللأکثر حکم الکل. اگر اینا ابن تیمیه را میپذیرن، ابن تیمیه صوفی بود. اگر ابن قیم را میپذیرن، ابن قیم صوفی بود. اگر اینا علامه ذهبی را میپذیرن، علامه ذهبی صوفی بود. پس اگر ابن کثیر را میپذیرن، او صوفی بود. پس چه کسی را که اینا میپذیرن در میان علما او صوفی بود، پس چگونه از تصوف انکار میکنن؟ از این معلوم میشه که یک خدعه و نیرنگ و فریبی است که کفر براه انداخته تا ای که صوفیه کرام را در جامعه با چون اینها صاحب قدر و عزت در میان مسلمان ها اند، میخوان اینها را قدر و عزتش را در چشم مردم کم کنه که کلا و حاشا، رب ذوالجلال اینها را دیگه هم عزت میته. ما صوت از او را کمی شنیدم چون دلایل علمی نبود که ما ردود برای از او من حیث استناد بکنیم. دلایل همه
برخواسته از دل و انگیزه خودش بود و بس تمام. بنان این صوت ما را برایش برسانین. اگر توانستین او را به مناظره طلب کنین تا ای که به امرایش در مجموعه مناظره کنیم و این مسئله و حقایق را در مجموعه ای که به هزارها نفر